فقیر به نزد تربوز فروش رفت و گفت: یک تربوز از برای رضای خدا به من ده. فقیرم، چیزی ندارم. سوداگر تربوزها را یک یک از نظر گذرانید و از میان یک تربوز خرد نظرناگی را به فقیر داد. فقیر نگاه به تربوز کرد، چون دانست که هیچ امکان خوردنش نیست. مقداری پولی که در جیب داشت به تربوز فروش داد و گفت: به همین مقداری پول تربوز ده. تربوز فروش تربوزی خیلی خوبی را وزن کرد و به فقیر داد. فقیر هر دو تربوز را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا، بندگانت را ببین. این تربوز خراب را به خاطر تو داده است و این تربوز خوب را به خاطر پول.